دبیر چند روز قبل یه اظهار نظری کرده بودن گفتن آقای دایی برای بازگشت به فوتبال باید بیزنس رو کنار بذاره که با همه بیزنسی هرچی دارم بذارم کنار. ببین این اسم قدیما واسه من آشنا بود، خیلی وقته که دیگه این اسم واسه من آشنا نیست. اون موقع آشنا و دوست بودم که ایشون 13 آبان زندگی میکردن، اما از موقعی که ایشون شورای شهر رفتن و لباس پوشیدنش رو عوض کرد و دیگه اون موقع واسه من غریبه شده. من خواهش میکنم از امثال ایشون برن به زندگی خصوصی خودشون برسن، راجع به کسای دیگه تصمیم گیری نکنن. به نظر من مدیریت اون نیست که ما بریم تو عراق و لبنان و نمیدونم سوریه و فلان و بیسار استادیوم درست بکنیم، تو رزوممون تو کارناممون بعضی مدیران بیارن که ما تو عراق استادیوم زدیم، در حالی که تو همون استادیوم به تیم ملی ایران فوش میدن. بعدش تو همین استادیوم ما جام خلیج عربی برگزار میکنن. ما تا کی باید خاموش بمونیم؟